بردگار درود میگم با بینندگان بیننده عزیز و همه اونهایی که اون لحظه ها ما رو تماشا دارند. شعله گل خوجه هستم و در چند دقیقه دیگر برای شما سرخط خبرهای روز رو میگم و همه شما از اون رو در بخش مستقیم برنامه خبری ساعت 1 به وقت پراگ انتظار میشوید. لطکوب موجود تحقیق می شود. وزیر کره داخلی روسیه دستور داده است که نواری اذیت مردی که احتمال می رود توجیک است تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شود. یاوری وزیر کره داخلی روسیه ایرینا ولک میگوید پلیس این کشور همیشه تلاش به خرج میدهد که افراد جنایتکار قطع نظر از منصوبیت ملی جبر دیده و افراد گمانبر در کوتاه‌ترین مدت بازداشت و جنایت آشکار شود. همزمان این نهاد از کشتار سرگئی چویف استاد گوشتین یونانی و ریمی یادآوری کرده. برای نشانه نموده است که با گمان اشتراک در این قضیه 6 شهروند تاجیکستان بازداشتند. در برنامه امروز ما در این باره صحبت خواهیم کرد و من یادآور میشم که بعد نشر نواری لطکوب مرد ظاهرا توجیک از سوی ملتگران روس رمضان رحیم‌زاده از همتای روسش خواسته از جهت سری وقت آشکار کردن جنایت مذکور با جوابگاری کشیدن جنایتکاران و تحت نظارت قطعی گرفتن تفتیش این جنایت مدهش مساعدت نماید. احتیاط نیمه حیات و ترکیش فلاکتبار در طرفخانه در حصار ترکیش گاز طبیعی باعث جراحت برداشتن چند نفر شده است. مقامات میگویند این حادثه از بی احتیاطی سر زده است. اصل قضیه و میگونه وضع مجروحان را همکاران ما تحقیق دارند و بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در این باره برای شما خواهیم گفت. معاش یک روزه برای آبادانی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی در نویه رودکی تقاضا شده است که معاش یک روزه خود را به خاطر انجام ساختمان هایی که در باز شدنشان پرزیدنت کشور امال رحمان اشتراک میکند سپرند. این تصمیم مقامات بسیار سکیان معاشخور یا کارمند اداره های بودجوی را ناراحت کرده است. هرچند مقامات میگویند این تنها یک خواهش است. بسیاری از کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشودن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر عنعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. خوب بینندگان عزیز، در این باره نیز در برنامه خبری امروز صحبت خواهیم کرد و در برنامه امروز بردگر از حادثه بی سابقه تروریستی در شهرک بیسلن اسیت شمالی یادآوری میکنیم که از آن رسا 15 سال سپری می شود. خب در نتیجه آزاد کردن گروگان ها در داخل مکتب صدها نفر آن وقت به هلاکت رسیدند که نصفشان کودکان بودند. خاطره های بعضی از کودکان و والدین نجات یافته آنها را از دهشت آن لحظه ها برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. بعد از 65 سال وفات صدرالدین عینی سردفتر ادبیات شوروی توجیک محققان در بایگانی این ادیب ده ها شعر استاد را پیدا کردند که هنوز در هیچ جا نشر نشده است. گفته می شود در زودترین فرصت نشر دوباره کلیات آثار صدرالدین عینی دست کم در 22 جلد صورت خواهد گرفت. بدین منظور گروه پژوهشگران این مؤسسه به بایگانی شخصی صدرالدین عینی اعزام شده آثار نشر نشده را پیدا کردند و طور شما پی بردید یک از موضوع امروز برنامه ما در همین باره خواهد بود و البته چند موضوع دیگر نیز در مد نظر ما هست که ما میخواهیم در برنامه خبری برای شما رو تقدیم کنیم و امیدوارم که چون همیشه در برنامه ما رو همراه خواهید بود. تا اون وقت روزی خوب داشته باشید و با ما بودن رو فراموش نکنید.